پشتی پا زدن، به تورات عمل نکردن بلکه به سحر مراجعت کردن. سحر از همون جینی هایی که در مملکت سلیمان زندگی میکردن از همونا سحر آموختن. پس از آنه که حضرت سلیمان از این دور فانی گذشت، مردم به دیوها مراجعت کردند و همین علم سحر از خود کردند. در زمان حضرت سلیمان میدانیم که حضرت سلیمان هم رهبریت انسانها را به دوش داشت، هم در بالای جینها سروری داشت، پرنده ها در ملک او خدمت میکردند، باد در اختیارش بود. این ملک عظیم حق تعالی به او داده بود. از این جهت وقتی که یک واسطه، یک پیوند میان انسان ها و جینی ها در عهد سلیمان پیدا شد، حضرت سلیمان منع میکرد، از سحر و از جادوگری منع میکرد. اما وقتی که حضرت از دنیا گذشتن، اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید، کمی از بیماری خود معلومات دهید. دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. ما مثال شکل و سیمای ملاها داریم، الحمدلله ریشی سنتی. بعد مردم پرسیم که خانه فلان جادوگر و فالبین در کجا، چی میشده باشه؟ اینا گمان نبرن که ما پیش همون فالبین میرفته باشیم به مانند دیگر انسان های گمراه و جاهل. خیلی گفت چاره دیگر نیست. ابتدا از چند کسی که خونه او برادر را پرسان شدیم، هیچ کس نمیدونه. اما وقتی که نام همون جادوگر را میبردیم، میگفتن که فلان کوچه فلان کوچه فلان کوچه میروی. از کسی که پرسیدیم همون سراغه جادوگر را میدوند. از این جهت خوب کسایی که مثلا همین جادوگرها در همسایگیشان باشد میدونن که در خانه ها و کارخانه های اینها چقدر نوبتگیری میکنن مردم. عده زیادی مردم نوبت ایستادگی هستند که به نزد اینا مراجعت کنند و مشکلی خودشان حل سازند. اما آگاه باشه که جادوگرها کافر هستند. خداوند تبارک و تعالی صراحتاً در یک آیه، در دو موضع همین آیه در سوره بقره جادوگر کافر خوانده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابیل هاروت و ماروت. خداوند یهودی ها را ملامت کرد، سرزنش کرد که این یهودی ها کتاب پروردگار را پشتی پا زدن، به تورات عمل نکردن بلکه به سحر مراجعت کردن. سحر از همون جینی هایی که در مملکت سلیمان زندگی میکردن از همونا سحر آموختن. پس از آنه که حضرت سلیمان از این دور فانی گذشت، مردم به دیوها مراجعت کردند و همین علم سحر از خود کردند. در زمان حضرت سلیمان میدانیم که حضرت سلیمان هم رهبریت انسانها را به دوش داشت، هم در بالای جینها سروری داشت، پرنده ها در ملک او خدمت میکردند، باد در اختیارش بود. این ملک عظیم حق تعالی به او داده بود. از این جهت وقتی که یک واسطه، یک پیوند میان انسان ها و جینی ها در عهد سلیمان پیدا شد، حضرت سلیمان منع میکرد، از سحر و از جادوگری منع میکرد. اما وقتی که حضرت از دنیا گذشتن، دیگر وارثی نداشتند که به جای او نشیند. بعد سحر جینی ها به مردم آموختند. حق تعالی یهودی ها را ملامت کرد که این یهودی های بدبخت احکام پروردگار را یک سو گذاشته و به سحر عمل کردند. در میان همین مسلمان ها هم کم دیده نمی شود. بعضی از همین جادوگرها و ساحرها ابتدا شاید که علم شرعی می خوندن، چرا که بعضی هاش از همین خط نیاگان، الفبای نیاگان خبر دارند. بعداً از جهت دنیا شده دین خود را فروخته و جادوگر شدند.
و ما کفر سلیمانو. یهودی ها میگفتند که سحر و جادوگری علمی حضرت سلیمان گویا باشد، یعنی که همین علم حضرت سلیمان داشت. اما حق تعالی پیامبر گرامی قدر خود را سفید کرد، گفت و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشد. سلیمان علم جادویی را از خود نکرده بود، به هیچ کسی هم تعلیم نداد. ولکن الشیاطین کفروا، بلکه همون جینی هایی که در ملک سلیمان بودن اونا کافر شدن. یعنی اونا که علم سحر را به مردم رسانیدن، اونا از ایمان خارج شده و کافر شدن. طریقه دویمی که نسل بشریت سحر و جادو را آموخت، این از طریقی هاروت و ماروت بود، دو فرشته. هرچند که از میان علما ابن حزم گفته است که هاروت و ماروت اینا فرشته نبودند، جینی بودند. اما از بس که روایت های گوناگون آمده است به اسناد حسن، به اسناد جید ثابت شدگی هستند از پیغمبر خدا که و از بزرگان اسلام که هاروت و ماروت فرشته های خدا بودند که به صورت آدمی از برای امتحان، از برای فتنه در فتنه گرفتار کردن بعضی اشخاص ضعیف الایمان، حق تعالی اینا را به زمین فرستاده بود. این یک قاعده الهی است که همیشه در برابر کفر باید که اسلام باشد، که بنده تواند یکی را اختیار کند. در برابر شیطان پیغمبران می ایستند، در برابر احکام خدا همچنین حق تعالی هاروت و ماروت فرستاد. اما هاروت و ماروت از جانب خداوند موظف بودند که وقتی که آدم ها به اینا مراجعت میکردند، میخواستند که علم سحر از خود کنند، اینا مردم آگاه میکردند پیشتر که کافر نشوی. و ما یعلمان من احد حتی یقول لا تکفر، میگفتن کافر نشوی، یعنی علم سحر از ما نآموزه که شما دینتون از دست میدهی، شما کافر میشوی. اما وقتی که مردم اصرار زیاد میکردن که همین از خود کنیم، بعدا اینا هم علم سحر به اینا میآموزوندین. یعنی که سحر جادوگرای ابتدایی اگر از جنی های حضرت سلیمان باشد، طریقه دیگر از هاروت و ماروت به دست آوردن. یعنی در هر دو مورد هم توجه کنید که حق تعالی جادوگر کافر خون. هاروت و ماروت هم میگفتن شما علم سحر از خود نکنه، عمل نکنه که کافر میشوید. از این جهت در سه مذهب اهل سنت و جماعت کافر حکمی قتلش میدهن و حکمی کفرش میدهن. در سه مذهب اهل سنت و جماعت، هم مذهب حنفیه، هم مالکیه، هم امام احمد حنبل، به یگان قید و شرط ساحر کافر است. فقط امام شافعی گفته است که نظر میکنیم خوب اگر سحر او از نوع سحرهای باشد که مثلا کفر در او باشد، از جمله آیه های قرآن به خون می نوشتگی باشند، کافرها همی کارا میکنن، با خون و با چیزای پلید آیه های قرآن می نویسن، یا اینکه آیه های قرآن چپه می نویسن، یا اینکه همون خیلی چپه و غلط و ویران می نویسن که تماما اینا را قرائت کرده نمی شود، یا اینکه مثلا همون اندامی پلید می خوانن به مانند اینکه همون شرمگاهی گرگ در بعضی ها همی چیز آیه های قرآن نعوذ بالله می خونده باشن. این صورت امام شافعی هم گفت که کافر می شود. اما در چهار مذهب اهل سنت و جماعت به اختلاف حکم ساحر قتل است، قتل کرده می شود. بینه که اسلام چقدر جزای سختی از برای ساحر معین کرده است، اما نادانی مردم ما را بینه که با وجود این به نزد همین ساحران مراجعت میکنن. چرا اسلام اینقدر جزای سخت از برای اینها مهیا کرد؟ چرا اینقدر ساحر و جادوگر در نظر اسلام منفور است؟ چرا که حق تعالی هنر اینا را بیان میکند که فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه. این ساحرها همین قدر هنر دارن که میان زن و شوهر جداگی میاندازن. این همین قدر هنر دارن، مرد از زنش جدا میکنه. چیکار میکنن؟ بسیار حالتهای شده است. شاید که بعضی ها هم شنیدگی باشن، بعضی این بدبخت ها همون زنهایی که به نزد اینا مراجعت میکنن به همون زنها رسیدگی هستن. بعضا همون نوشتجات خودشون در موضع های پوشیده همون زنها نوشتگی هستن. اینا کافر هستن، تمام کار حرام به این بدبخت دست میزند. چه عائله هایی که از دست این کافرها جدا شد،
چی طلاق هایی که از دست همین ساحرا شد، چی انسان هایی که عقل خود را از برای همین ساحرا از دست دادن. شوهرم زنی دویم کرده است، میان او زنش خنوکی کن. زنی دویمش با نزد همون جادوگر رفته، شوهر به من گرمی کن. این سحر یک تأثیر به عصب انسان دارد. سحر حق است. حتی پیغمبر خدا را صلی الله علیه و سلم سحر کرده بودند. از دو طرف وقتی که سحر زیادش میکنن، حالتایی شده است که انسان عقل خودش از دست داده است. از جهت همین زنهایی که به نزد همین ساحرا مراجعت میکنند، با تمام راه و واسطه دست میزنند که شوهرمون به دستمون بیاریم. انسان ها را ایمانشان در خطر میگذارند. چرا که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که من اتی کاهنا او ساحرا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، رواه البزار به اسناد صحیح. حضرت عبدالله گفتند هر کس که پیش یگان کاهن می رود، پیش ساحر می رود، گفتگی های اینا را تصدیق می کند که در حقیقت هم اینا راست گفتند، خواه غیب گویی کنند، خواه سحر کنند، یا که کار اینها یگان زیانی ندارد، آخه اینا گرمی می کنند، سخنای اونا را خلاصه تصدیق کرد، به قرآن که دست به همون قرآن کافر می شود. همین هنر مرد از زن جدا کردن، میان یک عائله جداگی و کینه در میانشان پیدا کردن، این همین هنر دارن. انسان ها را از ایمانشان گرفتن. از همین جهت هم شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم جادوگر ما کرد که این کافر است، از ایمان خارج می شود و جزای او هم قتل است. و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم. حق تعالی هم گفت که این جادوگرها چیزایی را آموختن که فقط به زیان جامعه هست، یگان فایده از این کارا اینو نیست، فقط زیان میرسونن. چقدر جادوهایی که در همین جامعه می شود. انسان نو خانه نو خرید است، یگان کاغذ جادویی از تگ درش میابه، از کارخانهش میابه، در کاسه همون شورباش همون چیز جادوگری را می اندازن. چقدر جامعه به پستی و به همین جادوگی دست زده است. و ما هم بضارین من احد الا باذن الله. حق تعالی میگوید که البته که این جادوگرها به تقدیر خدا یگان کار کردن نمیتوانند، همه این به تقدیر خدا هست، لیکن این بدبختا به همین راه و واسطه دست میزنند. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. اینا میگه آگاه باشن که اینا در آخرت یگان بهره و نصیبه ندارن. حق تعالی جادوگر وعده داده است که فردا روز قیامت از جنت من جادوگر محروم است، یگان نصیبه فردا روز قیامت اینا ندارن. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون. بسیار بد مبادله این جادوگرا کردند. اینا ایمان دادند و جادوگری را خرید کردند. بنابراین حتی در همین روسا هم هست که جادوگر میگن دوشه خودش میفروشه، اما ایمان خودش میفروشه که جادوگری را به دست بیاره. بنابراین اکثریت همین جادوگرها اینا نه نماز دارن، نه روزه دارن، این خدا زده ها بعضی هاش فقط همین مست الست میگردن. از این جهت اینا را در جامعه باید که به نام ملا خوانده نشود. ملا نماینده شریعت است. ملا باید هر سخنی که گوید از خدا و از پیغمبر گوید. چگونه جادوگری که خداوند او را کافر گفته است، پیغمبر خدا گفته است حد و ساحر ضربه بالسیف، جادوگر باید که سرش از تن جدا کرده شود، او را با ملا بگیم و به نزد او مراجعت کنیم. از این جهت پس از شرک به خداوند دومین گناه بزرگترین این سحر است، جادوگری است. از این کار باید که امت اسلامی پرهیز کند. یگان فایده اینو به شما رسانده نمیتوانند. یگان کسی نقل نکرد که من کم بغل بودم جادوگر مرا غنی کرد. یگان کسی نقل نکرد که من بیمار بودم جادوگر مرا شفا داد. یگان عائله از رفتن به نزد جادوگر خوشبخت نشیدند.
نه همسر اول نه همسر دوم، هیچ عائله را اینا خوشبخت نکردند. یگان فایده اینا به جمعیت و به جامعه انسانیت نرسید، چرا که اینا یگان هنر ندارن، اینا خودشون بیچاره هستند. چرا با ما به نزد اینا مراجعت کنیم؟ خدای بزرگی که طلب داره که از من طلب کنیم من حاجت شما را روا میگردانم، این خدای نازنین نگذاشته و به نزد جادوگر مراجعت کنیم، جادوگری که به پول همو کلینتای خودش احتیاج داره. بسیار همین انسان نادان می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن الانسان حریص علی ما منع علیه، گفتن همین انسان یک خاصیت دارد که از هر چیزی که معنیش کنن حریص می شود بر همون. این همین چیزی حرام، این همین چیزی بی لذت باشد، بی مزه و بی منفعت باشد، یک چیز لیکن حرام باشد به همون دست میزنن. این همین شرابی که خدای تعالی حرامش حکم کرده است، نه شیرینی داشته باشد نه اون قدر منفعت داشته باشد، نوشاکی های نازنین و زیبا و با لذت گذاشته به شراب دست میزنن. بعضی احمقای هستن که چایی که نعمت پروردگار است همون را نمیابن، همون قدر تلخی بزیبش میکنن که همون را با آشامی ما همون کیف مون بروه. انسان حریص است به همین چیز حرام، یک کشیش دارد. یعنی جادوگران هم به خود یک کشیش دارن، یک جاذبه دارن. جاذبه سبب اساسیش چیست؟ چرا که او کافر است، علم او هم کفر است، دیگه مردم به سوی همون کشیش دارن. وگرنه چی فایده رسونده میتونم؟ هیچ. فقط هنرش همینه، چنانه که پروردگار عالم گفت که مردم دشمن کند، زن از همسر جدا کند، فقط همین هنر دارن. عائله مقدسه بینه که شیطان با واسطه همین جادوگرها از همدیگر جدا میکرده است. زن و مرد با همدیگر خوشبخت بودن، زندگی خوب داشتن. یک پلیدی جادوگر به نزدش یک دشمنی سرسخت دیگر رفت جادویی کرد. گفتیم که جادویی در عصب تاثیر خود چه میرسوند؟ جادو یگان چیزی را خلق کرده نمیتونه، مثلا پول پیدا کرده نمیتونه، خوب یک انسان مرگ داده نمیتونه، یک مرده را زنده کرده نمیتونه، لیکن چشم بندی کرده میتونه، لیکن در عصب انسان تاثیر رسونده میتونه. مثلا همون جادوگرای بسیار پرقوتی که در زمان حضرت موسی زندگی میکردن، وقتی که حضرت موسی معجزه خودش نشان داد، عصا و ید بیضا را نشان داد، فرعون همراه هامان بدبخت گفتن که این موسی جادوگر است، این عصاش اژدها میکند، این جادوگر است. جادوگرای بسیار معروف دعوت کردن از بابل که با حضرت موسی جادوگرا را مقابل گذاشتن، جادوگرای زبردست که از بابل آمده بودن. مصلحت کردن با فرعون، گفتن که ما موسی را مغلوبش کنیم، چی با ما میدهی؟ فرعون پول مال زیادی به اینها وعده داد. خوب در وقتی همون وعدهگاه یک روزی عید معین کرده بودن به پیشنهاد حضرت موسی. حضرت موسی پیغمبرای خدا همین جامعه زیاد طلب میکردن که مردم حقیقت نشان دهند. در همون روز جادوگرا جمع شدن. حق تعالی میگوید که جادوی بسیار بزرگی کردن که تمامی همون خس و خاشاک و سنگ و چوبی که در روی زمین بود در نظر مردم مار شد، گویا که حرکت میکرد. فسحروا اعین الناس. حق تعالی میگوید که چشم مردم از سحر کردن، یعنی که چشم بندی کردن. سنگ و خس و خاشاک اینا مار نکردن، بلکه همون سحر و جادوی خودشون در چشم و در عصب مردم تاثیر رسان که تمامی مردم گمان کردن که دشت و صحرا همه مار شده است و به سوی حضرت موسی هجوم دارن. حضرت موسی هم که این جادویی به هم پیغمبرا هم تاثیر میکرد، ابتدا ترسید، او هم گمان بود که این مار کرد، یعنی جادوگرا. اما خدای او به او گفت که یا موسی لا تخف. موسی گفت نترس، عصات برانداز. حضرت موسی عصاش انداخت. به امر خدا، همون خدایی که درخت آفریده بود اژدها خلق کرد، همون عصا را خداوند متعال اژدهای حقیقی کرد.
این خدا است که از هیچ چیز یک چیز پیدا میکنه. یگان نسل بشر از هیچ چیز پیدا کردن نمیتونه. البته مثلا همین دیوار که ما میکنیم سنگش میگیریم، قومش میدازیم، این میگیریم، بعد میشود دیوار. از همون چیزای خداوند استفاده میبریم. اما خداوند از هیچ چیز یک چیز خلق میکند. اژدها شد، اژدهای حقیقی. تمام همون سنگ و چوب هایی که در نظر مردم مار بود، همه اینا را اژدها فرو برد. جادوگرا این وقتی که تماشا کردن دیدن حقیقت او جادوگر در فن خودش استاد است. خصوصا این جادوگرای بسیار ماهر بودن. گفتن که نه، این کار موسی از نوع جادو نیست. موسی چشم بندی نکرد، این اژدهاست، اژدهای حقیقی است. پس موسی جادوگر نیست. بنابراین ساحرها زود به سجده افتادن، گفتن آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. گفتن ما ایمان به پروردگار عالمیان، پروردگار موسی و هارون آوردیم. حقیقت دیدن، معجزه را دیدن، معجزه را اینا از سحر می شناختن، ایمان آوردن. حتی این فرعون لعین اینا را تهدید کرد، گفت اگر اقرار نشوه که شما با موسی همکاری کرده، این نقشه پیشکی کشیده بود، این اقرار نشوه، امر میکنم که تمام شما را در درختای خرما به دار کشند. اینا هم گفتن دیگر ما پروایی نداریم، فقط ما گذشته بسیار سیاه داشتیم، ما به جادویی مشغول بودیم، جادوگری میکردیم. اگر خدای مهربانی ما همین جادوگری ما را ببخشد، ما دیگر پروایی از مردن نداریم. حضرت موسی هم وقت اینا را بشارت داد، جادوگری که نو معجزه خدا را به چشم خود دیده بود، دیگر در چوبه دار بر صلیب کشیدن، کشتنش، اما دیگر از ایمان خودش برنگشت. بینه که در این قصه حق تعالی فرمود که اینا چشم بندی کردن، چشمی مردم کور کردن. جادوگر همین هنر داره، نیرنگ باز است، حیله و نیرنگ میکنه، شعبده بازی میکنه، چشم بندی میکنه، تاثیر خودش در عصب انسان میرسانه. چرا که بعضی اینا با جینی ها هم همکاری دارن، یعنی عالم جین هم هست، بعضیش با عالم جین هم همکاری دارد، لیکن انسان خوشبخت کردن نمیتونن. زنی که بخت سیاه دارد به پیش جادوگر رفت که من جادو که من خوشبخت شوم، صاحب فرزند شوم، صاحب شوهر شوم، اون جادو یگان کار از دستش نمیآید، نمیتونه که او زن خوشبخت کنه و صاحب شوهر و صاحب فرزند کنه. این فقط خدای تبارک و تعالی، خدای توانا کرده میتونه. مادامی که از اینا یگان فایده نبوده است، فقط همین زیان در جامعه میرساندین، برای شما و شما به نزد اینا برویم، وقتی خود را صرف کنیم، پولی خود را صرف کنیم، ایمان خود را از دست دهیم برای هیچ چیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، حق تعالی در سوره حج خطاب به تمام اهل بشریت میکند، چی از مسلمان چی از غیر مسلمان. به ندای یا ایها الناس خطاب میکند، ای مردم، ضرب مثل فاستمعوا له، به شما مثل میزنیم، گوش اندازید، توجه کنید، مثل پروردگار را توجه کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کسانی که شما به نزد اونا می روید، از اونا کمک طلب میکنید، یک پشه را خلق کردن نمی توانند، هرچند که همه پشت به پشت همدیگر نهند یک جایه شوند. خب مثلا اون کسی که شما به اون مراجعت میکنید بوتی چوبی باشد، بوتی سنگی باشد، آتش باشد، جادوگر باشد، فالبین باشد، هر کسی که غیر خدا باشد، هیچ چیز از دستش ساخته نیست. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اگر میگه پشه چیزی را از دست اینا کشیده گرفت، از دست اینا کاری ساخته نیست، هم زورشون به همون پشه نمیرسد. ضعف الطالب والمطلوب، چقدر ضعیف هستند چی کسایی که به اینا مراجعت میکنن و چی کسایی که به اونها مراجعت کرده میشود. هر دو طایفه هم ضعیف هستند، هم جادوگران ضعیف هستند، هم کسایی که به نزد این جادوگران مراجعت میکنند، به نزد این فالبینا مراجعت میکنند، اینا هم ضعیف هستند.
ما قدر الله حق قدره این الله لقوی عزیز. حق تعالی میفرماید حقیقت این است که اینا چنانه که باید خدای خود را نشناختند، این بنده ها چنانه که باید خدای خود را قدردانی نکردند. این الله لقوی عزیز، به تحقیق که خداوند بسیار توانا و غالب است بر حکم خود. این خدا هست که هر کاری را که بخواهد میکند. این خدا هست که از کسی که فرزند ندارد به اون مراجعت میکند، صاحب فرزندش میکند، مالش میدهد، نعمتش میدهد. این خدا هست که این همه چیز به ما میدهد. فقط خدا هست از ما یگان چیزی طلب ندارد. این فقط خدا هست. بنابراین به نزد هر جادوگر، هر فالبین، انسان عاقل باید که مراجعت نکند. این سخنها فقط به شما تعلق نداره برادرای عزیز. مثلا الحمدلله کسانی که اهل مسجد هستند در امر به معروفا شرکت میکنن، اینا میدونن که ساحر جادوگر است، به نزد اینا مراجعت کردن حرام است، اما غرض از این گوش کردنی ها رساندن باید باشد. رسانیدن. تمام امت محمدی صلی الله علیه و سلم مسئول هستند. در پیش کی مسئول هستند؟ پیغمبر خدا گفت کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یکی شما مسئول هستی در پیش اهل بیت. اولا اهل بیت خود را خبر کردن که زنک پیش جادوگر نرو. متاسفانه هستن انسانایی که اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، اما از بس که همین زن ناقص العقل می شود. گفتی حضرت استاد مودراز عقل کوتاه با بسیار زود باور می شود. با زنهاشون به نزد همین جادوگران می روند. بعضی هاش به آن که شوهر خودشون خبر کنن به نزد همین جادوگر و فالبین این چیزا می روند. چی شده که باشد پیش کاری شوهر من بسته شده است؟ یا بینک. از این جهت اهل عائله را هم چیزی شنیدگی را، حد و همسایه، خیش و تبار، اینا را هم باید که ما مسئول هستیم که به اینها هم برسانیم، که اینها هم بدانند حرام از حلال و حق از باطل جدا کنند. ولید ابن عقبه یک از خلیفه های اموی، درسترش از پادشاه های اموی، اینا را صدقه خلافت کند. خلیفه های اموی غیر از 2-3 نفرش، عمر ابن عبدالعزیز، معاویه و دیگرها، اکثریت کل هم شاههای ظالم بودند. از جمله همین ظالما و فاسقا ولید ابن عقبه بود. یک جادوگر داشته است، هم میمون بازی میکنه